الکی فکر میکردم قهرمانم، ولی از یه جا دیدم کنارت نیستم. من صد الناس سلام. فرید انصاری خیلی مخلصیم، شاکرم. ارادت. چه خبر؟ محسن سلام. میثم جان سلام. ایشالله. نوکرت تمام فرید انصاری، شاکرم. ارادتمندم. اوضاع خودتون خوبه؟ خدا رو شکر میزون هستی، رو براییم. آقا جواد جهانی سلام، چاکرتم. مخلصیم بابا. نه بابا چرا اومدیم برای ادامه شاهنامه بچه‌ها. حالا دیشب یه سری جا رو من اشتباه گفتم، یه سری جا انداختم، حالا دیگه ببخشید، ولی کلیت قضیه همونی بود که دیشب گفتیم. و اینکه سلام به همگی. سلام کاپتان داداش مهدی از نیلو. خبر ندارم، نه همون چیزی که شما میدید منم همونو میدونم. بچه‌ها یه مرور کوتاهی بکنیم، دوباره یه مرور کوتاه میکنیم. پس سیاوش پسر کیکاووس پادشاه ایران به خاطر بی تدبیری و ترسو بودن پدرش مجبور میشه ایران رو ترک کنه، به سمت دشمن بره، سمت تورانیان بره و افراسیاب از این فرصت استفاده کرد و دختر بزرگش رو به سیاوش داد و سیاوش با دختر بزرگش و دختر یکی از پهلوانانش به اسم پیران ازدواج کرده و الان توی یک شهری به اسم سیاوشگرده و به خاطر اینکه که عموی کرسیورز بهش حسادت کرده بوده کاری میکنه که افراسیاب دچار یه دورایی و شک بشه و دستور قتل سیاوش رو بده و کرسیورز به خاطر دروغش سیاوش رو میکشه و پیران یکی از مثلا پیرهای مشاورهای افراسیاب بهش میگه که بچه رو دیگه نکش، بچه‌ای که تو شکم فرنگیس دخترته اون دیگه گناهی نکرده. میگه یه طالبینی هست که قرار من به دست نوام کشته بشم، یا تو گفته تو اون طالبینی گفته که تو به دست یک شاهزاده و پادشاه کشته میشی، اونو بفرست برای یه چوپان، اون چوپان ازش نگهداری میکنه و اون بچه دیگه چوپان میشه، دیگه قرار نیست اتفاق خاصی بیفته. و این اتفاق میفته و کیخسرو به دنیا میاد، میره پیش چوپان زندگی میکنه، ولی انقدر که ذات و اون کاریزمای پادشاهی رو داره و تمام تمرین ها رو خودش به تنهایی توی ذاتیش انجام میده، مثلا چوب ور میداره، روده گوسفند ور میداره و تیر و کمان درست میکنه، کم کم میره به مبارزه با شیر و اینا که چوپانه خسته میشه. بیاد پیران میگه که بیا اینو بردار ببر. پیران میاد میبینه وای این کیخسرو چقدر بزرگ شده تو سن 15-16 سالگی و اصلا شبیه یک پادشاهه. میاد بهش میگه من میرم با افراسیاب صحبت میکنم، فقط خودتو بزن به خنگی که افراسیاب نفهمه تو اینقدر باهوش و جسوری، وگرنه تو رو میکشه. بفهمه اینقدر باهوشی تو رو میکشه. که کیخسرو میره و خودشو به خریت میزنه و که افراسیاب متوجه نمیشه و کیخسرو به همراه مادرش میره توی
سیاوشگرد. از اونور ایرانی‌ها خبر مرگ سیاوش رو میشنون، به خصوص رستم. تصمیم میگیرن به توران حمله کنن، به توران حمله میکنن، پسر افراسیاب رو میکشن و پسر پیران رو هم میکشن، یکی از پسراشو. رستم به مدت 6 سال توی توران حکومت میکرده. افراسیاب فرار کرده بوده به چین و ماچین و یه لشکری چیز کرده بوده، چون هم متحدین افراسیاب بودن. یه لشکری دست و پا میکنه، از اونور که کل سپاه ایران اینور دارن حمله میکنن، اون از اونور رفته به ایران حمله کرده. رستم 6 سال اینجا دنبال افراسیاب میگشته، همه رو میکشه و اینا. بعد برمیگرده میبینه که اونجا جنگه. دوباره افراسیاب برمیگرده توران رو پس میگیره و حالا ایران دچار قحطیه. همه دنبال اینن که یه جانشین پیدا کنن. گیو پسر گودرز، یکی از پهلوانای بزرگ ایران، تصمیم میگیره که بره توی توران و کیخسرو رو پیدا کنه و کیخسرو رو پیدا میکنه و حالا به هر منوال ما داستانش رو تعریف کردیم برمیگردونه ایران. حالا کیخسرو پادشاه ایرانه و دستور حمله داده به توران که گودرز بهش پیشنهاد، کیکاووس بهش پیشنهاد میکنه که ما یه دونه شهری هست اونجا بین ایران و توران، اونجا قبلا مال ایرانیان بوده و تو برای اینکه بخوای شروع کنی اول اونو بگیر، بذار دستشون کوتاه بشه چون باج خراجش هم دارن تورانیان میگیرن، بعد برو اونور. که این قبول میکنه و کیخسرو به توس سرلشکر ایران میگه که آقا برو، ولی از اون مسیری نرو که باید بری، از یه مسیر دیگه برو. اون مسیری که تو داری میری برادر ناتنی من به اسم فرود یا فرود دون مسیره، تو بری اون نمیشناسه شما رو، باید درگیر بشید، خدای نکرده اتفاق بدی میفته. پس اونجا نرید، از یه مسیر دیگه ای برید. که توس به خاطر حماقتش، به خاطر راحتی خودش از مسیر بیابانی نمیره و تصمیم میگیره از همین مسیر بره که فرود اتفاقاتی این لشکریان رو میبینه و مادر فرود میگه که آقا تو باید با اینا پیمان ببندی. حالا یه جنگ و نزاع اونجا اتفاق میفته و فرود کشته میشه. اینا رو ما تعریف کردیم تو قسمت‌های قبل، همه سیوه و شما میتونید برید نگاه کنید اگه دوست داشتید. تا اینجایی گفتیم که ایرانی‌ها تصمیم میگیرن به توران حمله کنن و اون شهری که مد نظرشون بود و گرفتن. یکی از پهلوانایی که کیخسرو میخواستش اونو بکشن فرار کرده ولی کنیزشو گرفتن و معشوقه‌شو گرفتن، اون فرار کرده. حالا اینجا داستان به بعد رو میخوایم با هم دیگه بریم جلو. خب لشکر ایران اونجا رو گرفته، اون شهر رو، و داره پایکوبی میکنه. توس انقدر احمقه، اونجا نشستن و بزم و شادی و می دارن میخورن، همه مست و مست. این خبر توسط همون کسی که همون پهلوان تورانی به افراسیاب میرسه و افراسیاب به پیران میگه یه لشکری جمع کن، برو اونجا رو پس بگی. که تورانیان وقتی میرسن از بالا میگن ای داده بیداد، اینا همه مستن که همه پاتیلن. میگم الان بهترین وقته، الان یه شبیخون به اینا بزنیم، هیچ نگهبان پگهبان هیچی هم نیست، بهترین کاری که الان شبیخون بزنیم. شبیخون میزنن و لشکر ایرانیان رو به طرز وحشتناکی شکست میدن که لشکر ایرانیان مجبور میشه عقب نشینی بکنه و اون شهر رو پس بده، دوباره بیاد عقب. این اتفاق که میفته، پیران و توس و سران مثل گیو و بهرام و اینا نشستن اونجا و دارن ناراحتی میکنن، یا این چه کاری بود ما کردیم. که این نامه ای که گیو به کیخسرو میزنه همه چیز رو عوض میکنه. به کیخسرو نامه میزنه که آره ما اینجا بودیم و فلان. توس بیخیالی طی کرد و ما شکست خوردیم، شکست بدی خوردیم و اینا. که کیخسرو به توس میگه بیا همه برگردید ایران، همه برگردید ایران. یه عقب نشینی خیلی تابلویی کردن، همه برگشتن ایران. کیخسرو توی جلسه شروع کرد به ناسزا گفتن و بد بیرا گفتن و این حرفا و توی اون جلسه رستم هم بوده. حتما برای شما خیلی جای سواله که چرا این همه مبارزه رستم وارد نشده. بچه رستم مثل غول مرحله آخر بوده اون موقع. خب یعنی هر جنگی و خودشو دخالت نمیداده، همه سوپرمن بوده دیگه. هر جای ایران مثلا توی جنگ ها نیاز داشت که پیروز بشه و داشت شکست میخورد، رستم قاعدتا اونجا سر و کلش پیدا میشه. که توس میاد و کیخسرو داره دریوری میگه، توس هم میگه ببخشید معذرت میخوام فلان. که گودرز میره به رستم میگه آقا تو برو وساطت بکن، یعنی الان اینو میکشه. کیخسرو الان دستور قتل اینو میده، تو یه کاری بکن که این حداقل نمیره.
که رستم میاد به پادشاه میگه رستم چی کیخسرو، من پدرتو بزرگ کردم، تو آدم خیلی خوبی هستی، من میدونم چجوری. حالا این اگه این کارو کرده بابا، این پسر و دامادش هم توی همین جنگ از دست داده. اگه فرودو کشته مقصر، حالا ندون دیگه، تو دعوا حلوا پخش نمیکنن که. پادشاه دیگه گیر نیار خودتو دیگه، حالا این از خون این بگذر، اینو ول کن فعلا، ببین چه خاکی میخوایم به سرمون بکنیم، اینو ول کن. که پادشاه کیخسرو میگه رستم فقط به خاطر تو سیبیلی که گرو گذاشتی و من قبول میکنم، فعلا با این کاری ندارم، ولی فرامرز یا فریبرز یادم نیست، فرامرز داداش ناتنیشه چی عموشه، میگه فرامرز باید سرلشکر بشه و شما دیگه از این بعد از فرامرز باید حرف شنوی داشته باشی. که اونام قبول میکنن و توس هم میگه باشه من نوکرتم، منو ببخش، ولی قسم میخورم که میرم با لشکری و انتقامو میگیرم، هم انتقام دامادمو میگیرم، هم انتقام پسرمو میگیرم، هم انتقام سیاوشو میگیرم و این شکستی که خوردیمو جبران میکنم. که اونجا کیخسرو یه ذره شنگول میشه، میگه ایول دمت گرم شما واقعا پهلوانی. گیوم قسم میخوره، بهرام و بیژنم قسم میخورن که آقا ما میریم و میایم و خوی میکنیم و پای میکنیم. رستم میگه باشه حالا که دارین میرین برین دیگه، بریم ببینیم چی میکنین. رستم برمیگرده و کیخسرو هم به اینا دستور میده که آقا با فرامرز کل چیز سپاه و تجهیز کنید و برید. که اینا راه میافتن به سمت توران. یه نامه‌ای توس مینویسه به پیران، میگه ای دن سرویس، تو به ما شبیخون زدی، این رسمش نبود، این رسم جوانمردی نبود. اونا هم خبر داشتن که اینا دارن حمله میکنن. حالا پیران فکر کن از توران، اون مرکز توران خیلی دوره، خب و اگه خب این لشکر حمله کنه 100% پیران مجبور میشه عقب نشینی کنه و اونجا رو بده به ایرانیان. توی این وضعیت توس نامه میزنه به پیران، میگه مردک تو به من شبیخون زدی، این رسم مردانگی نیست، من تو رو پاره میکنم، تو رو فقط بگیرم پلکو پاره میکنم. که پیران برمیگرده میگه که آقا توس من آدم بدی نیستم، من به شما حمله کردم، شما خودتون داشتین بزم و شادی میکردین، مست میکردین، آقا کسی تو جنگ مگه مست میکنه؟ میگه الان هم اب نداره، تو اگه امان نامه میخوای 1 ماه بیا با هم دی توافق کنیم، 1 ماه بهت کاری ندارم، اگه از این 1 ماه گذر کردی رفتی پی کارت که رفتی، نرفتی من حمله میکنم دهنتون رو سرویس میکنم. که پیران وقتی این نامه رو میبینه به شدت عصبانی میشه و دستور میده آقا با تمام قوا حمله کنید. که اینجا اتفاقی میفته، ایران حمله میکنه، بیژن و بهرام حمله میکنن، این لشکر رو میخوان شکست بدن. یه اتفاقاتی توی اون لحظه نبرد میفته. اون اتفاق چیه؟ توس خودش شخصا وارد عمل میشه، یعنی خودش نفر اول توس میره و از اونور فکر میکنم پسر پیران هومان میاد که مبارزه کنه و میبینه که توس اومده. توس یکی از پهلوانا رو شکست داده، پهلوانای توران رو شکست داده، حالا نوبت خود هومانه. هومان میاد میبینه توس داره مبارزه میکنه، برمیگرده به توس میگه که خجالت نمیکشی؟ تو سرلشکری، آخه تو من الان تو رو بکشم نمیگن آقا مثلا سرلشکر اینجا چیکار میکرده فلان اینجا چیکار میکرده، تو باید ذره بری عقب، اصلا رسم جنگ این نیست تو قول مرحله آخر برگردی بیا اینجا بخوای مبارزه کنی و اینا. که توس برمیگرده میگه آقا تو فضول من نباش، من هم سربازم، هم مبارزم، هم فلانم، اصلا همه چی هستم، هم سرلشکرم، هم مهم اینه که من تو رو شکست بدم، انتقام بگیرم. از اونور میگه آقا من جنگ نداریم، چرا اینقدر آدم کشته بشه؟ اون هومانه میگه بوز. که توس برمیگرده میگه که آقا باشه مشکل نداره، تو بیا تو ایران، بیا به ما بپیوند، ما تو رو کار نداریم. اگه یادتون باشه همین رکب رو پیران به سیاوش زد و بعدها خواست که به بهرام بزنه. خلاصه توس مبارزه میکنه باش. آرمین جان سلام، چاکرتم، مرسی، دورت بگردم. خلاصه توس باش مبارزه میکنه و در حین اینکه داشته شکست میداده اینا از هم جدا میشن، نیمه های شب از هم جدا میشن. حالا هومانه عقب نشینی میکنه و توس هم برمیگرده. بیژن و بهرام در راه این نبرد بودن، داشتن با هم دیگه مبارزه میکردن. فرداییش توس دوباره میره که مبارزه رو شروع کنه. هومان میگه امروز دیگه باید کاراتو تموم کنیم. اینا هم همه دارن اونجا میجنگن، همه دو طرف اینا هم دارن با هم دیگه صحبت میکنن. هی میگه آقا تو فلانی، اون میگه تو بساری، اون میگه تو بیا اینور، اون میگه تو بیا اینور. گیو یو چیز ببخشید آره دیگه گیو
گیو میاد یا بهرام یادم نیست، گیو میاد برمیگرده میگه شما دو نفر با اینجا مبارزه کنید، دارید صحبت میکنید، چه خبرتونه؟ که اون هومانه میگه بیا تو اصلا معلوم است اینجا چیکاره، یه نفر دیگه میاد اینجا تعیین تکلیف میکنه، ما بزرگا داریم صحبت میکنیم، یه نفر دیگه میاد تعیین تکلیف میکنه. که توس برمیگرد میگه خفه شو بابا، من دیگه گول شما رو نمیخوام، من دیگه خریت خودمو کردم، شروع میکنم به مبارزه. توی این لحظه پرچمدار هر لشکر خیلی مهمه بچه‌ها، پرچمدار هر لشکر خیلی مهمه. یعنی اگه اون پرچمه بیفته همه چی برباد رفته. توی این اتفاقات توس برگشت به بیژن بود، توس برگشت به بهرام گفتش که آقا برو و پرچم رو از فرامرز فریبرز بگیر، چون من میخوام این پرچم رو ببرم جلو و اونجا بزنم، اگه ما پرچم داشته باشیم بریم جلو دیگه اون منطقه رو گرفتیم، اونا عقب نشینی میکنن. که بهرام میره و بیژن ببخشید پسر بیژن میره و میخواد که اون پرچم رو بگیره، میره به فرامرز میگه پرچم رو بده من برم، اینجا دعوا داریم بابا، این پرچم رو بده ازگل. فریبرز میگه برو بابا چی میگی، این پرچم رو خود کیخسرو به من داده، من اینجا الان سرلشکرم، اصلا به تو نباید جواب پس بدم که ازگل، برو مبارزه کن. بیژن یکم روان بوده دیگه بچا، جاه طلب و اینجوری یه ذره خلبل بوده، یک ضرب با چاقو قیچی با این شمشیرش میزنه، پرچمو نصف میکنه، نصف پرچمو برمی‌داره میاد، بیرق بنفش اونو برمی‌داره میاد، از اونور پیش داره میاد میگه آقا حمله کنید به سمت اون پرچمه رو اگه بگیریم لشکر ایران شکست خورده. توس و گیو و اینا همه این جریان رو میبینن، میگن که آقا ما اینور داریم مبارزه میکنیم، اون اونجاست داره میاد، الان اینا همه دارن میرن اونور، ما باید یه جوری اونو نجات بدیم. که به گیو دستور میده که آقا برو اونو نجات بده، اون الان مهمترینه. سرتون درد نیاریم، اینجا انقدر شلغم ترشی و هر کی داره هر کیو میکشه، خیلی تلفات زیاد داشته، ایران یه ذره موضعش پایین‌تره. من سعی میکنم خیلی خلاصه وار این جریان رو بگم، چون تا زمانی که برسه به رستم جذابیتی نداره، رستم که میاد جذاب تره. که تورانیان حمله میکنن، اون پرچمه برای اینکه به دست تورانیان نیفته اون عقب نشینی میکنه و متاسفانه یکی از پسران که سیاوش، یکی پسران ناتنی سیاوش کشته میشه. اسمش چی بود خدایا، حالا کار نداریم، اون کشته میشه میفته رو زمین، اینا دارن عقب نشینی، ایران داره عقب نشینی میکنه. که توس برمیگرده میگه آقا اون فلانی که مرد اون یه تاجی روی سرشه، اون تاجه نباید به دست تورانیان بیفته وگرنه آبرومون میره. تاجش خلاصه پسر شاه بوده دیگه، پسر سیاوش بوده، میگه اون تاجه نباید برسه به دست اینا، اون تاجه به دست اینا برسه ما رو مسخره میکنن، برید اونو بیارید. که بهرام اگه یادتون باشه تو قضیه فرود خیلی ناراحت بود به شدت و سعیشو کرده بود که این اتفاق نیفته. که بهرام میره و با نیزه در یک لحظه اون تاج رو از زمین بر میداره و شاهو جان سلام مخلصم، تاج از رو زمین بر میداره و به سمت لشکر بر میگرده. حالا ایرانی‌ها یه ذره عقب نشینی کردن و اون تاج تو دست ایرانیاست. اینا که دارن صحبت میکنن میگن ما یه ذره ضعیف شدیم، باید یه نامه‌ای بزنیم، باید یه حرکتی بزنیم. توس میگه نه آقا ما باید حمله کنیم، ولی قبلش بهرام برمیگرده میگه آقا من مثلا مثال میزنم بازوبندم اونجا افتاده، من توی اون لحظه‌ای که داشتم تاج رو برمی داشتم بازوبندم افتاده، من بهرامم، اگه اونجا بازوبند منو پیدا کنن اسم من رو اون بازوبنده هست و آبروم میره، اینا منو به تمسخر میگیرن که این بازوبندش اینجا افتاده فرار کرده. گیو برمیگرده میگه آقا من 7 تا از این چیزا دارم، یه دونش برای سیاوشه، زن سیاوش من موقعی که اینا نجات دادم فرنگیس اون به من داده، یه دونه رو خود کیخسرو به من داده، یه دونه رو خود مثلا فلانی داده، من هر 7 تا رو میدم به تو، بیخیال شو. الان که همه جنازه به نازا افتاده اونجا، ما خودمون جرئت نکردیم برگردیم جنازه ها رو برداریم، تو دیگه بازوبند نرو. که بهرام کلید میکنه نه من باید برم، مگه میشه شما که نمیان، من خودم میرم، مثلا نیازی نیست شما هم بیان، من خودم میدونم باید چیکار کنم. اونا کلید میکنن، بهرام کلید میکنه، اونا میگن آقا نرو، بهرام میگن باید برم. که بهرام یعنی خودسرانه میره، میگه آقا من میرم
حتی شده بمیرم باید اون بازوبندمو بردارم، نمیذارم به دست تورانیان بیفته. شما نمیدونید من چی میگم. حالا چرا این اتفاق افتاده بچه‌ها؟ بهرام به شدت عذاب وجدان داشته و ناراحت بوده و عصبانی بوده و هر جوری هست میخواسته این جریان رو جبران کنه. اصلا میریم جلوتر بعد متوجه میشیم. توس یه نامه‌ای میزنه به کیخسرو که آقا ما اینجا بدبخت شدیم، گرفتار شدیم، خیلی اوضاع خرابه، تو رستمو بفرست. رستمو نفرستی ما رو اینجا لتوپار میکنن، ما رو توس میکنن اینجا. بهرام میره یه اسب برمی‌داره، اسبشو زین میکنه و میره به سمت میدان نبرد. حالا فکر کن جنگ تموم شده، همه برگشتن توی خیمه هاشون دیگه. اون وسط جنازه ها هست و سربازای توران و سربازای ایران مثلا دو طرف واسطادن که کسی حمله میکنه بگن. بهرام وقتی میره وسط ماجرا، تورانیان میبینن که یه نفر اومده. پیران برمیگرده به اسمش نیست، یکی از این پهلوانا میگه آقا این بهرامه، برید اینو یا بکشید یا بیارید. ببینیم این چی میگه اینجا. بهرام که داره همینو میره، میبینه یه جنازه ای از ایرانیان، یه نیمه جانه، زخمی شده، نیمه جانه، داره آناله میکنه، میره بالا سرش، از اسبش میاد پایین، میره بالا سرش، میگه چیه؟ میگه من زنده ام. اینا این لباس خودشو میکنه و میذاره روش، میگه که آقا تو بمون، من برگشتم. گودرز که ایرانی بود آجی، آره دارک گودرز ایرانی بود، پدر گیوه. حالا بگذاریم. این لباسشو جامهشو اونجا میذاره و میگه من میرم باید این چیز بازوبندمو پیدا کنم. بازوبند مثال بچه، میگه بازوبندمو پیدا کنم و برگشتم تو رو میبرم. که سوار اسب که میشه، اسب اونجا دو تا اتفاق میفته. اسبی که بهرام داشته یه مادیون میبینه، میره سمت مادیون، بهرام میده دنبالش، اون اسب رو میگیره، سوار که میشه اون اسب راه نمیره. بهرام به شدت عصبی بوده، ناراحت بوده، میاد پایین، یه دونه با چاقو میذاره، میگه خار اسبو، میزنه اسبو میکشه. اینقدر عصبانی بوده بهرام. اون اسب هم راه نمیرفته دیگه، مادیون دیده بوده راه نمیرفته، اونم میزنه اونو میکشه. پیاده داره میره توی این جنازه ها دنبال این بازوبنده. همین منوال اون پهلوونه میاد میگه اینجا چیکار میکنی؟ اون توس پیران میاد میگه اینجا چیکار میکنی و فلان. میگه من کار داشتم دیگه، به تو چه ربطی داره؟ میگه آقا تو حقت نیست اونجا بمونی بمیری، ما میکشیم همه رو، تو بیا اینور، تو بیا. این همون پیشنهاده رو هی اینجا داریم میشنویم، هم از ایرانی‌ها هم از بچهای توران. میگه بیا اینور، بیا با ما وصلت میکنی و فلان. اون میگه من عمرن یه همچین کاری نمیکنم، خل شدی؟ من نژادم ایران فلان، بیام اونور چی بکنم؟ فکر کردی مثلا اینجا به همین راحتیه؟ ما همه خون دادیم، ما همه جون دادیم. که توس میگه که اگه نیای، پیران میگه اگه نیای خودت میدونی مجبوری تو بکشیم و اینا. میگه نه آقا من مبارزه میکنم، اگه طلبه این مبارزه میکنم. که اونجا یک مبارزه‌ای رقم میخوره. حالا لشکر تورانیان چند نفری به همراه پیران دارن مبارزه میکنن با این بهرام داره مقاومت میکنه. یه بیناموسی از پشت با تیر کمون میزنه توی دست بهرام و بهرام دستش کنده میشه. این صحنه رو که ایرانیان میبینن خونشون به جوش میاد. گیو بدو میاد با اسب که آقا تو شما بهرامو چیکار؟ داداشش بوده دیگه. میاد میگه آقا شما بهرام چیکار؟ بی‌ناموسا. میاد و 5-6 نفر رو میکشه، به زور و بلا بهرام رو نجات میده. همون بی‌ناموسی که این تیر زده بوده هم دستگیر میکنه، یعنی اسیر میکنه. اونا رو که کش، اینو اسیر میکنه، میاره توی خیمه ایرانیا و بهرام هم نجات میده. اون بی‌ناموسی که اینا این تیره رو زده بوده، خب اون فکر میکرده که بهرام مرده. میاد و بهش میگه تو اونو کشتی. میگه من نکشتم، اصلا من نبودم، هاشا کرده بود. که اینا میرن اون بهرام بنده خدا در حالت جان دادن میارن. بهرام اونجا اینو میبینه، میگه این بی‌ناموس بی پدر رو بکشید، انتقام منو بگیرید.
گیو میاد بکشه، اون برمیگرده بهرام میگه آقا منو ببخشید من اشتباه کردم، من اون چیزه همون پهلوان تورانیان که بهرامو داشته دستشو قطع کرده، میگه منو ببخشید من گوه خوردم، من غلط کردم. گیو میگه نه آقا غلط کردم چیه، تو داداش من زدی داره میمیره فلان. که بهرام اونجا یه جمله ای میگه که آقا اینو ببخشید، اگه اینو بکشید انگار برادر کشی کردید، اینو به خاطر من ول کنید، بذارید بره، بذارید حداقل از نام من این بخشش تا ابد به یادگار بمونه. همونجا هم دم به دم میمیره بهرام. این صحنه رو که گیو میبینه، یک ضرب اون پهلوان تورانی رو از وسط نصف میکنه، میزنه خار صاحب بچه رو صلوات میده، میکشه. حالا چرا این جمله رو گفته بچه ها؟ چون توی یک داستان همین پهلوانه برگشته به بیژن گفته که آقا من نصفم ایرانیه، من این نژاد ایرانی دارم. از اونور همین پهلوان داماد سوم افراسیاب بوده. حالا توی این داستان پادشاهان کی بوده که دورگه بوده و کی بوده که داماد افراسیاب بوده؟ سیاوش. یعنی یک جورایی داره شبیه سازی میکنه اینو، میگه آقا یه نفر نصف ایرانی نصف تورانی سیاوش، یه نفر نصف ایرانی نصف تورانی این مردک، هر دوتا هم داماد افراسیاب. اون یکی اونجوری میمیره همه ازش ناراحت میشن، این یکی اینجوری میمیره و ما اصلا برامون مهم نیست. یک سری نمادها توی شاهنامه قراره که شما بخونید و ببینید. خلاصه سرتون درد نرم، نیم ساعته سرتون درد نرم، ما 10 دقیقه 5 دقیقه دیگه این میخوایم برسیم به رستم. خیلی سریع گفتم چون پر از جنگ و خونریزی و ایناست، من سعی کردم سریع بگم تا برسیم به رستم که قطع کنم و فردا ادامش با رستم باشه. همه اینا به واسطه اینه که اینا خونخواه سیاوش بودن دیگه، خونخواه سیاوش بودن و این اتفاقات داره پشت سر هم میفته. اینو که میکشه به توس میگه که آقا ما باید حمله کنیم، خون بهرام نباید پایمال بشه، ما باید حمله کنیم. اینا حمله که میکنن بچه‌ها، سپاه ایران به همراه پیران و توس و به همراه توس و بهرام که مرد، گیو و حالا اینا حمله میکنن. متاسفانه عقب نشینی میکنن، یه سری توی نبرد شکست میخورن، دوباره عقب نشینی میکنن، دوباره یه حمله دیگه ای میکنن، دوباره شکست میخورن. متاسفانه تعدادشون نمیرسیده، نمیچربیده. دو طرف داستان ایران و توران توی مبارزه نمیتونستن همدیگر رو شکست بدن، ولی تورانیان یه ذره لولشون بالاتر بوده، حالا به خاطر تعداد افراد، به خاطر حالا تعداد کشته‌های کمتر، یه ذره اونا دست بالاتر رو داشتن. این اتفاق باعث میشه که ایرانیا عقب نشینی میکنن. عقب نشینی که میکنن، اونجا اون قسمتی که اونا بودن یه کوهی بوده، اینا برای اینکه غافلگیر نشن و یهو به اینا حمله نشه میرن بالای کوه. ایرانیان میرن بالای کوه. تورانیان که این قضیه رو میبینن یه پیک میفرستن، میگن که آیه توس تو چرا رفتی اون بالا؟ مگه ما اینجا داریم مبارزه نمی‌کنیم رفتی اون بالا؟ رفتی اونجا چیکار کنی؟ توس هم برای اینکه گیر بیاره اینا رو، پیران رو، میگه که آقا ما رفتیم اونجا، ما اسپس بهمون میخواست چرا کنه میریم اون بالا. اصلا تابلو بود داره دروغ میگه دیگه. توی کوپایه علف رشد میکنه برای اسبا، اون بالا که علف کمتره. اینا در اصل داشتن زمان میخریدن. چرا؟ چون نامه زده بودن به کیخسرو که آقا ما رستم رو نیاز داریم، رستم رو بفرست، ما داره چاکمون پاره میشه، اگه رستم ند میمیریم، به چخ عظما میریم، باید برسی به ما. که پیران هم یه نامه به افراسیاب میگه افراسیاب یه ذره تنگ کن دیگه، ما اینجا داریم پاره میشیم، یه ذره چیز کن، سپاه کمکی برامون بفرست، ما داریم دق میکنیم، ما الان این اتفاقات داره میفته، ما نمیتونیم شکست بدیم، هی داریم حمله میکنیم، اونا عقب نشینی میکنن، یه بار ما عقب نشینی میکنیم، اون اصلا نمیتونیم ببریم، باید بیان با تعداد زیاد بریم به سراغشون. از اونور پیامی که توس فرستاده به
که میرسه که آقای کیخسرو، یعنی فرامرز فرستاده به کیخسرو میرسه و کیخسرو این نامه رو میبینه که آقای کیخسرو شاه شاهان، ما داریم به چخ میریم، رستم رو بفرست بیاد. کیخسرو سری نامه میزنه به رستم که رستم از زابل بیا ببینن داریم به چنگ میریم. رستم میاد پیش کیخسرو، اینا همه یکی دو روز طول میکشه. رستم میاد بدون درنگ میاد پیش کیخسرو، میگه کیخسرو چی شده؟ میگه اونا دارن اونجا به چنگ میرن، تو سپاهتو بردار ببر، منم یه لشکر بهت میدم، با همون لشکر برین، آره با فرامرز برین شکست بدین اینا رو، اینا وگرنه کل سپاهمون از بین میره، این پادشاه رو از دست میده. که رستم برمیگرده فرامرز میگه آقا تو زودتر از من برو، من میرم سپاهمو برمیدارم میام، تو زودتر برو دیگه عقب نمونیم. از طرف مقابل توی تورانیان هم افراسیاب به چین و ماچین و تمام متحدینش هند و اینا پیام داده که آقا شما لشکر بفرستید، ما نیاز به کمک داریم. اونا هم یکی از بهترینا رو فرستادن به همراه لشکر. توی سپاه پیران و سپاه ایران حالا چه اتفاقی داره میفته توی این مدت؟ سپاه پیرانیان یه جادوگری اونجا بوده که پیران بهش دستور میده آقا برو، اینا بالای کوهن، برو براشون یه جادو کن که اونجا سرمای شدید بشه، برف و بارون بشه، اینا ضعیفتر بشن. خب اون جادوگر هم میره بالای کوه جادو میکنه، اونجا برف میاد، سرمای شدیده. ایرانی ها متوجه میشن، برمیگردن به توس میگن آقا نگاه کن اون بالا یه نفر از اینجوری داره میگه از وقتی اومده ما اینجا داریم تو سرما یخ میزنیم، سانچ میزنیم. که اینم دستور میده که آقا برو اونو بگیر بیار. بیژن هم میره اونو دستشو قطع میکنه میاد و این سرما تمام میشه. ولی این سرما باعث شده بود خیلی از سربازای ایرانی کشته بشن و تلفات خیلی زیادی بدن. توی همین زمان سپاههای کمکی تورانیان رسیده بوده. حالا از کجا رسیده بوده؟ حالا بهتون بگم شاید براتون جالب باشه. اولیش از روسیه است، روسیه کنونی. آره از روسیه کنونی. دومیش از قفقاز، سومیش از چین و ماچین. چین و ماچین یعنی 4 تا لشکر سوا اومده بودن. هندوستان، روسیه، چین و ماچین. ماچین همون چین کنونیه. چین به قرقیزستان و اینا میگن، شرقی چین کنونی یا غربی چین کنونی. اونا میرسن خیلی هم به خودشون چیز دارن، یا این چیز توسینا کجا هم؟ اون پیرانه میگه خیلی خوش اومدی، اون بالا اونم میگه با اون بالا خب کاری نداره، بیا حالا بذار زره ما غذا بخوریم، ما تازه از گرد راه رسیدیم، چیزی نیستن. چند نفرم؟ اون مثلا میگه 100 نفرم. میگه او 30 نفره که خودم میکشم، بقیه هم بچه‌ها میکشن، نگران نباش، بشینیم یه ذره بخوریم و بیان بنوشیم و بیاشامیم. که اینا بزم و پایکوبی دارن میکنن. ایرانی‌ها متوجه میشن که آقا این تورانیان اصلا نیستن، چی شده؟ دارن عزاداری میکنن. میان به پیران میگن که آقا اینا اومدن، اینا نیستن اصلا، این نگهبان پگهبان نداره. آرمین جان نوکرتم، نگهبان پگهبان نداره، اینا نکنه نیروی کمکی اومده. که پیران تصمیم میگیره که یه حمله بکنه، چون چند بار این اتفاق افتاده. پیران به همراه گیو و بیژن یه حمله ای میکردن که وقت تلف کنن. 3-4 نفری حمله میکردن، داشتن شکست میخوردن، بقیه میرفتن اینا رو برمی‌داشتن میآوردن عقب. اینا گفتن عیب نداره، ما دوباره حمله میکنیم، فدای سرتون، ما میمیریم ولی یه وقت میگیریم، یه روزو حداقل تلف میکنیم تا حالا رستم برسه همه رو خارمادرشون رو با هم دیگه وصل میکنه، پیوند میده. اینجا داستان رو نگه دارید بچه‌ها. پس همه این اتفاقات رو من خیلی خلاصه تعریف کردم. برسیم به ورود رستم داستان. رستم بیاد فردا شب این داستان رو ما تموم کنیم. داستان حمله کیخسرو به تورانیان رو فردا هر جوری از تموم میکنم که بعد بریم سراغ داستان‌های شیرین‌تر. حالا انتخاب میکنیم یا خسرو یا حالا لیلی، یه دونه از این داستان‌ها رو انتخاب میکنیم با هم دیگه گوش میدهیم. امیدوارم که لذت برده باشید. ببخشید دیگه من زیاد حوصله ندارم، سعی کردم خیلی خلاصه وار تعریف کنم، یه سری جارم 100% جا انداختم. فرود جان چیزی نمیگشم سلطان، برای تعجب داره که یه نفر مثلا شاهنامه در مورد شاهنامه حرف زده؟ نمیدونم، اگه در مورد زئوس و چه میدونم
بتمن و اینا حرف میزدم خیلی بعد جالب تر بود. آرمین جان نوکرتم، فدات بشم. دوستان من قطع میکنم چون این لایو رو میخوام ذخیره کنم، اینو قطع میکنم. حالا اگه شد چند دقیقه دیگه مزاحمتون میشم، دوست داشتید اون موقع بیاید تو لایو. دمتون گرم، خیلی ممنون.